مورینیو چیکار کرد که تونست تو سال 2010 اون سگانه تاریخی رو ببره؟ سلام، من فریدم و اینجا یوتیوب فوتبال لبه. قرار شده یه سری ویدیو بسازیم از تیم‌هایی که شما دوست دارید، در مورد سال‌هایی که تو اون سال‌ها تیمی که مورد نظر شماست نتایج خوبی گرفته، مثل یونای 2004، ایتالیا 2006 و اینتر 2010. الان نوبت اینتر 2010. راستش اینتر 2010 جوزه مورینیو یکی از بهترین و جذابترین تیم‌های تاریخ فوتبال بوده. قبل از اینکه بریم توضیح بدیم که چی کار کردن، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید که خیلی بهمون کمک میکنه. حالا بریم ببینیم چه خبر بوده. وقتی میگیم اینورتد فول بک، همه یاد کانسلو و گواردیولا که از کانسلو به عنوان یک اینورتد فول بک استفاده میکرد میافتن. ولی راستشو بخوای 14 سال پیش تو سال 2010 مورینیو از چیوو، بازیکن رومانیایی، به عنوان یک بازیکن اینورتد فول بک استفاده کرد و تونست جلوی بارسلونا رو با این تاکتیک بگیره و فوق‌العاده بود. یکی دیگه از جذاب‌ترین تاکتیک‌های اون سال این بود که از استانکوویچ به عنوان یک بازیکن جنگنده وسط زمین استفاده شد و بغل اون خاویر زانتی، بازیکنی که اصولاً فول بک بود، به عنوان یک هافبک استفاده شد و به عنوان یک میدفیلد به این تیم کمک کرد. و وقتی می‌بینیم که چیوو میاد اینورتد فول بک میشه، اون موقع نقش خاویر زانتی، بازیکنی که میتونه جای اون رو به عنوان یک فول بک پر کنه، خیلی مهمتر میشه و میدیدیم که در سمت چپ جای چیوو رو پر میکرد و در سمت راست کنار مایکون قرار میگرفت و کلی تاثیرگذار بود این بازیکن. تو شماتیک اولیه اینتر به نظر می اومد که 4-2-3-1 داره بازی میکنه، اما خب همونجوری که گفتم اگه اینجا استانکوویچ و خاویر زانتی به عنوان دابل پیوت، البته بعضی موقع هم به جای استانکوویچ از کامبیاسو استفاده میشد که حالا توضیح میدم کی این کی اون. وقتی اینجا خاویر زانتی قرار میگرفت تو بازی‌های سنگین، مخصوصا زمانی که جلوی بارسلونا یا تیم‌های قوی اروپا می‌خواستن بازی کنن، این مایکون بود که نزدیک به دوتا دفاع وسط یعنی ساموئل و لوسیو قرار میگرفت و زانتی میومد اینجا رو پر میکرد، به عنوان یک فول بک به این تیم کمک میکرد و چیوو به عنوان دفاع چپی که اینورت میشد میومد نزدیکتر. اگه کامبیاسو بود، کامبیاسو میرفت این ور و چیوو میومد سمت راست و ما یک 3-2 یا 3-3 عقب میدیدیم که کاملا بسته. تازه جلوی اونا مثلا پاندف یا اتو که این ور پاندف بود و این ور اتو میومدن جمع میشدن و از این فضا دفاع میکردن. اما خب اصلی ترین تاکتیک هجومیشون میشد اسنایدر، بازیکنی که میومد نزدیک مدافعا و هافک‌های دفاعی از این فضاها دفاع میکرد و وقتی توپ رو میگرفت اون لحظات بود که اتو و پاندف و خود میلیتو به عنوان مهاجم نوک حمله میکردن و این پاس‌های تاثیرگذار اسنایدر بود که تاثیر میذاشت و باعث میشد که یه دفعه ضد حمله ترسناک از اینتر 2010 ببینیم. راستش من خودم خیلی به نظم تاکتیکی یا تقارن تاکتیکی اهمیت میدم و شاید یه وسواس خاصی روش دارم و برای همین وقتی میدیدم که ساموئل به عنوان یک دفاع وسطی که چپ پا بود اینجا قرار میگرفت و اینور جلوتر دوباره کامبیاسوی میومد به عنوان یکی از دابل پیوت ها در سمت چپ که اونم چپ پا بود و اینور زانتی که خب اصلا فول بک بود و تو بازیکنایی بود که میتونست توی در واقع میدفیلد هم به تیم کمک کنه، میومد تو این فضا قرار میگرفت و باز هم میریم جلوتر در موقعی که میخواستن دفاع کنن، پاندفی که اون هم چپ پا بود میرفت سمت چپ و اتو سمت راست. یک تقارن عجیبی میدیدی که نقطه ثقل همه اینا میشد این دوتا بازیکن. حالا میتونه استانکوویچ باشه، میتونه چیوو باشه و اسنایدری که میخواد خط حمله رو راه بندازه و این تقارن عجیب بود، تاثیرگذار بود. البته که بعضی موقع این عدم تقارن، این جابجاییایی که ایجاد میکردن مخصوصا تو بازی با بارسا به این تیم کمک کرد. میدیدیم که در واقع کامبیاسو، استانکوویچ، این بازیکن‌ها چقدر تاثیرگذار بودن، از این فضا دفاع میکردن و خب واقعا کاری که آیه مورینیو تو سال 2010 با اون اسکواد، نگاه نکنید که الان میدونیم میلیتو کیه، میدونیم اتو کیه، در واقع این مورینیو بود که این بازیکن‌ها رو بزرگ کرد. همون تو دوران پورتوش هم ریکاردو کاروالیو این بازیکنایی بودن که خیلی مطرح نبودن و این مورینیو بود که به اونا شخصیت داد و تبدیلشون کرد به یکی از بازیکن‌های برتر تاریخ. قبل از اینکه بخوام چیز جدیدی بگم یه بار دیگه مرور می‌کنیم. در واقع اون 4 نفر دفاعی، مایکون فولبک سمت راست بود و چیوو فولبک سمت چپ، اما این مایکون بود که بیشتر تایم ها میموند عقب و چیوو میومد جلوتر در کنار دابل پیوت 4-2-3-1 قرار میگرفت و تبدیل به 3-3 میشد عقب.
و جلوی اونا اون سه تا بازیکن‌های طراح و تاثیرگذار هجومی تیم بودن و جلوتر از اونا دیگو میلیتویی که تو فینال همون سال جلوی بایر مونیخ دبل کرد و واقعا تاثیرگذار بود. گل دومش تنهایی در حالی که 9 نفره داشتن دفاع می‌کردن، 9 تا بازیکن پشت دیگو میلیتو داشتن دفاع می‌کردن، توپ رو گرفت، چند نفر رو دریبل کرد و ضربه نهاییش رو زد. در واقع شاید بگیم میلیتو کار خاصی انجام داد، اما اون بلوک دفاعی 9 نفره بود که تونست جلوی بایرن دووم بیاره و یکیچش رو حفظ کنه و ضربه دوم رو هم به تیم حریف بزنه. یا مثلا تو بازی با بارسلونا در حالی که یه بازیکنشون اخراج شده بود تونستن 90 دقیقه دووم بیارن و به اون نتیجه که می‌خواستن رسیدن و خب فوق‌العاده بود. همونجوری که قبلا تو ویدیوهای قبلی توضیح دادیم که پست 10 یک اثرش کمتر و کمتر شده، حتی تو سال 2010 هم میدیدیم که بیشتر موقع‌ها این اتو بود که نزدیک میشد به میلیتو و دو مهاجمه میشد و این اسنایدر از حالت پست 10 صرف در میومد و به سمت راست متمایل میشد، مخصوصا زمانهایی که مایکون زیاد نفوذ نمیکرد. اما زمانهایی که حالا تو لیگ با تیم‌های ضعیف‌تری بازی داشتن میتونستن راحت‌تر حمله کنن، مایکون میومد جلوتر و اسنایدر به همون وسط مایل میشد و همون اتو بود که از اینجا نفوذ میکرد و میدیدیم که پست 10 بیشتر استفاده میشد. در واقع هرچی بازی سخت‌تر بشه استفاده از بازیکن پست 10 سخت‌تره و غیر ممکن‌تر میشه و برای همین تبدیل میشن به وینگر تا بتونن تاثیر بیشتری بذارن، مخصوصا تو بازی‌های چمپیونز لیگ. حالا که در مورد سری آ هم صحبت کردیم، راستش این تاکتیکایی که داریم میگیم خیلیاش در مورد سری آ صدق نمیکنه و اینتر تو سری آ از این تاکتیکا خیلی استفاده نمیکرد، مخصوصا مثلا بازی‌های ساده با تیم‌های پایین جدولی. یعنی از اون دابل پیوته فقط یه بازیکن به عنوان پست 6 نزدیک میشد بین ساموئل و لوسیو، یا بازیکن طراحی میکرد و راحت انتقال توپ داشتن. و در واقع مورینیو تو بازی‌های سخت بود که از این تاکتیک‌های جذاب استفاده می‌کرد. حتی چیوو خیلی بازی نمی‌کرد، فقط تو بازی حساس بود که به این تیم کمک می‌کرد و مخصوصا به عنوان یک اینورتد که توضیح دادم میتونست از این بلوک دفاعی در واقع حفاظت کنه و از اون فضاها پوشش بگیره، نذاره که زون 14 تیمشون درگیر بشه، بازیکن‌های تیم حریف نتونه از این فضاها در برن. و البته اون موقع نقش ساموئل، بازیکنی که بتونه طراحی بکنه از دفاع، یعنی به عنوان یک دفاع وسط، بدونه که وقتی چیوو به عنوان یک فولبک نزدیک به خودش اومده وسط چه مشکلاتی برای تیم ممکنه ایجاد بشه، حواسش به این فضای سمت چپ باشه، خیلی پررنگ‌تر میشه و ساموئل تقریبا تبدیل به فولبک سمت چپ هم میشد برای کمک به تیم. و خب یک بازیکنی که سابقه بازی تو رئال داره، آرژانتینی، خیلی تاثیرگذار بوده و کاپیتان بوده از نظر ذاتی و کاملا تونست از این وظایفی که بر عهده‌اش بود در واقع موفق بیرون بیاد. حالا که در مورد اتفاقای تاکتیکی مورینیو 2010 در واقع اینتر 2010 توضیح دادیم، یه خاطره هم تعریف کنیم. خود مورینیو تعریف میکنه که من تو نیمه اول در واقع یک بازی ساده بود، اما من هیچ کدوم از مهاجمامو نداشتم و فقط ماریو بالوتلی رو داشتم و خب توی نیمه اول ماریو بالوتلی کارت زرد گرفت و من بین دو نیمه از 15 دقیقه وقت بین دو نیمه 13 دقیقه شو داشتم با بالوتلی صحبت میکردم که سعی کن آروم باشی و در واقع اخراج نشی، چون من هیچ گزینه دیگه ای ندارم. و خب بالوتلی تو دقیقه 46 اخراج شد. وقتی یه تیمی یک نتایج خارق العاده در واقع کسب میکنه و بعد از اینکه اون سال خارق العاده میگذره میبینیم که یه سری از اون بازیکن‌ها به شرایط عادی برمیگردن و دیگه دوران اوجی ندارن، احتمالاً مربی نقش خیلی مهمی تو اون سال تاثیرگذارشون داشته. بازیکنایی مثل چیوو، پاندف، حتی میلیتو بعد از رفتن مورینیو خیلی افت کردن و میتونیم بگیم که واقعا مورینیو بود که تونست از این بازیکن‌های نسبتاً معمولی یک ریت فوق‌العاده بگیره و بتونه با اونا نتایج خارق‌العاده‌ای رو کسب کنه. یکی از ملاک‌های این که ببینیم یک مربی خیلی خوبه یا متوسطه اینه در واقع از بازیکن‌هایی که خیلی ریت بالایی نداشتن بتونه در واقع بهترین بازده رو بگیره و وقتی اون مربی رفت بعداً میفهمی که اون بازیکن خاصی نبوده، اون مربی بودی که این نقش رو برای این تیم داشته. و مورینیو از این گزینه‌ها زیاد تو تاریخش داشته. توی کریرش کلی بازیکن بودن که فقط تو دوران مورینیو تونستن یک ریت فوق‌العاده ایجاد کنن و من به عنوان کردیت به این نگاه میکنم. و خب آخرین چیز تاکتیکی که در مورد اون سال میشه گفت این بود که
تو بازیایی که ساده بود، تو بازیایی که میتونست از کنارهای زمین نفوذ کنه، خیلی راحت این 4-2-3 تبدیل به 4-4-2 میشد. همون جوری که گفتم اتو نزدیک به میلیتو میشد و اسنایدر به سمت راست متمایل میشد. اون موقع مایکون به عنوان فولبک سمت راست هم به این تیم اضافه میشد. اونورم خود زانتی بعضی موقع به عنوان فولبک سمت چپ بازی میکرد و میومد جلوتر و ما فکر نکنیم که مورینیو یک مربی تدافعیه. نه، مورینیو تو بازی‌های ساده کاملا هجومی میاد. در واقع تو دوران رئالش هم دیدیم که رکورد بیشترین گل زدن هم داشته، اما تو بازی‌های سنگینه که میدونه وقتی اسکوادش زورش از نظر اسکوادی و قدرت بازیکنی نمیرسه، میاد با اون حالتهای دفاعی که توضیح دادیم جلوی تیم حریف بلوک میچینه و کاملا برنده میشه. ولی خب تو بازی‌های ساده هم در نظر بگیرید که مورینیو کاملا تاکتیک‌های هجومی داره. ما حتی میدیدیم که استانکوویچ جلوتر میرفت و به عنوان یک بازیکن پست 8، حالا نمیگیم 10، به تیم اضافه میشد و کلی بازیکن با هم همزمان حمله میکردن. حتی مثلا الان میگن اکه یا گواردیول توی سیتی میاد نفوذ میکنه، به عنوان یک دفاع وسط نفوذ میکنه، همون زمان از والتر ساموئل به عنوان بازیکنی که به اون چپ پا میومد نزدیک میشد، اینجا توپگیری میکرد، همینجا پاس نهایی ارسال میکرد و کاملا این رو تو بازیایی که حالا با بازیکن تیم‌های سطح متوسط یا پایین سری آ بود میدیدیم. و خب فقط صرفا تو بازی حساس و چمپیونز لیگ یا تاثیرگذار تو سری آ بود که میدیدیم حالا مثلا میاد جمع میشه اینتر و همون چیزایی که توضیح دادم، میاد 2 تا بلوک 3 نفره میچینه، 6 نفره دفاع میکنه و ما حتی 11 نفره دفاع کردن مورینیو رو هم دیدیم. اما دلیل نمیشه که بگیم این مربی فقط دفاع کردن بلده. خب این ویدیو هم تموم شد. لطفاً همچنان این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و حتما بگید که دوست دارید در مورد چه تیم دیگه از چه سالی از فوتبال صحبت کنیم، در مورد چه تاکتیکی که خیلی دوستش داشتین بیشتر صحبت کنیم. ما هم حتما اگر بگین یک ویدیو جداگونه در مورد اون تاکتیک میسازیم. این ویدیو هم در مورد اون کامنت هایی بود که شما گذاشته بودین، از ما خواسته بودین که در مورد اینتر سال 2010 توضیح بدیم و ما این کارو کردیم. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردین. همچنان تاکید میکنم که این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و فعلا خدا نگهدار.